من Магомедов Валид هستم، پسر داکو، شهروندی جمهوری تاجیکستان. من دعوت میکرد و بسیار فیلم ها را میموند که نفرها انتحاری میکنن. چیزای اسلامی باشه در زندگی و اسلام باشه، این رقم میخواستم. در تاجیکستان چیزا نیست. بسیار مردم مسلمان از ظلم میکنن از لحاظ دین. وقتی مقصد نیت استشهادیه کردم، من بسیار میخواستم که یک مسجد یا یک جایی که باشه که کافر اصلی باشه. میبیایی عقیدت ویران میکنه. دروغ بسیار گفت، خلاف سنت کار میکرد. تقریبا 4 ماه در کابل در یک خانه هم بنده، مقصد سوالایی که در ذهن ما باید پرسان میکردم. ما نمیتونستیم تحصیل کنیم در اونجا، از لحاظ دین نمیتونستیم قرآن حفظ کنیم، نمیتونستیم مسجد بریم. مجبورت میکنن، یعنی تا به درجه‌ای که میزنن تا که قبول داره که میگوی ها ما جاسوسم. شما یک جا پیسه میابین، شما یک جا تفنگ میخرین، مواد میخرین، مواد انفجاری. سپورتی که پیسه از طرف اروپا از طرف ترکیه میآید به طریقه ما. پیام به بچهای تاجیک، جوانان تاجیک است که آیا در داخل مسجد یک مردی که دعا میکنه از الله طلب میکنه که شفاش بده، تو میدونی انتحاری میکنی، این اسلامی میشه و این دعوت اسلامی میشه. چیزایی که امام اعظم رحمه الله هست، این چیزا شو میبینن، بدبینی دارن، قبول نمیکنن. مثلا شما دیروز خواهری مرا سطرش کشیدین، امروز خواهری دیگه را. سینمای تاجیکستان پر از مسلمانایی است که نوق رفتگی محکم شدگی هستن برای درس تعلیم دادن. دشمنان اسلام که حاکمیت پرچم اسلام لرزه بر اندامهایشان انداخته است، هرگز نمیخواهند این را بپذیرند که امت محمدی صلی الله علیه و سلم زیر نام اسلام دارای حاکمیت باشند و شریعت مقدس الهی را تطبیق نمایند. خداوند متعال با کرم و نصرت خاص خود به مردم مؤمن و مجاهد افغانستان آزادی و فتح بزرگ را نصیب کرد. جهاد بیساره مردم غیور افغانستان در برابر اشغالگران غربی محرکه نامتوازن و بیدار کننده بود که بالاخره پیروان ایمان، تقوا و توکل غالب و معتقدین مادیات ناکام، ذلیل و مجبور به فرار شدند. بعد از فرار و شکست اشغالگران و مزدوران حلقه به گوش آنان، تمامی جزایر قدرت از بین رفتند و امنیت سرتاسری بعد از 2 دهه تأمین شد. اما این که سازمان‌های استخباراتی جهان همواره در صدد بدنامی اسلام هستند، از همین جهت خواستند گروه‌های نیابتی را برای تحقق اهداف خود ایجاد و حمایت نمایند. این گروه‌های منفور شده زیر نام مقاومت و داعش جای پا در داخل افکار و قلوب مردم نداشتند. بناچار برایشان شروع به ایجاد پایگاه‌ها و مراکز جلب و جذب در خارج از افغانستان نمودند. یکی از این پایگاه‌های عمده تاجیکستان می باشد. حکومت تاجیکستان که همواره در نشست‌ها و کنفرانس‌های جهانی سخن از تهدیدات بلند از جانب افغانستان زده، ولی در اصل خود به یک تهدید جدی به مردم افغانستان، امت اسلامی، کشورهای منطقه و حتی جهان مبدل شده. حکومت تاجیکستان از یک سو از بغاوتگران زیر نام مقاومت حمایت آشکار می نمایند و در پهلوی دیگر نقش پررنگ جوانان تاجیکستانی در صفوف داعش مبین این ادعا است. در حملاتی که در 10 ماه پسین بالای اماکن عامه و ملکی توسط داعش انجام شده، عاملین اکثریت آنها جوانان و نوجوانان تاجیکستانی بودند. این جوانان و نوجوانانی بودند که به تازگی به افغانستان از راه کشورهای منطقه به خاطر پوشش قرار دادن اهداف شومشان وارد شدند. اداره نشراتی المرصاد اخیراً به اسناد و شواهد دست یافته است که نشان می‌دهد جوانان تاجیکستانی بخش عمده قوای بشری گروه داعش در خراسان را تشکیل می‌دهد.
همچنان عملیات هایی که در این 10 ماه پسین توسط حکومت امارت اسلامی در افغانستان بر ضد داعش صورت گرفته به تعداد زیاد جوانان تاجیکستانی در آن بازداشت گردیده اند. در نوارهای تصویری که اداره المرصاد از منابع امنیتی به دست آورده است دیده می شود که این جوانان را گروه داعش به نامهای مختلف فریب داده و از آنها استفاده ابزاری نمودند. محمد امیدوف ولید هستم، پسر دوکو، شهروند جمهوری تاجیکستان. سال 1999 در شهر دوشنبه در رادام 2 تولد شدم. نام من فریدون، نام پدرم عبدالرحیم، زاده تاجیکستان باشم، ولایت قرآن-تپه، ناحیه دوستی. در داعش نامم سلیم باشد. من یعقوب محمدی، باشنده تاجیکستان از شهر دوشنبه. نام من مسلمان، در گروه داعش با نام ابو احمد هستم و پدرم سلیمان ولدیت رجب، از کشور تاجیکستان هستم، از شهر دوشنبه، از قریه فیض آباد. من جامی ولد عبدالستار ولدیت عبدالحنان، از کشور تاجیکستان و شهر دوشنبه. من نسیم جان ولد محمد جان ولایت نورمزاده. من از تاجیکستان هستم، از شهر دوشنبه، ناحیه فردوسی و سنم 17 ساله و کنیم در داعش به نام حنظله بود. من نوریدین فرزند میرزا، شهروند تاجیکستان، باشنده ولایت کلاب، منطقه پشدره. اسمم در بین داعشو سیفالله است. خب من پانتون خواندگیم، مکتب خواندگیم، ولیکن علمیت دینی نداشتم و اول از چی شروع میکردم از مذهب سلفی. در عقیده جهادی نه، ولیکن امی مذهب سلفی ده بدم و بعد از آن عقیده داعشی پیدا شد. در اونجا با واسطه تلگرام کتیو جذب شدم. از طریق نت که ما درس‌ها و چیزا را گوش میکردم، با چینلای بود که در اون چینلا ما داخل شدم. این دعوت این طرف هم شنیدم که میگفتند هجرت کنین، در زیر شریعت زندگی کنین. با نام شخص ابو محمد شناس شدم، دعوت میکرد. اول با توحید دعوت کرد، یک دمو با توحید دعوت کرد، بعد با جهاد دعوت کرد که همین در دل سے پیدا شد، احساس خیلی شد که گفتم هجرت میکنم. وقتی فیلم های داعش رو میدیدم و همین چیز خیالی در مغز سر ما اومد و از همون چیز فریب خوردم. یعنی همون چیز خیلی تاثیر کرد در نظریات ما. از طرف گروه داعش جذب شدم و در تاجیکستان جذب شدم و بعد 1 سال جذب شدنم داخل افغانستان شدیم. طریق تلگرام یه نفر به اسم یوسف با ما تماس برآمد و اولا صحبت‌های همین دنیوی میکردیم و درباره کار همین چیزا صحبت میکردیم. بعد من دعوت میکرد و بسیار فیلم ها را میموند که نفرها انتحاری میکنن و عملیات داعش هم میموند و از این طریق من بسیار به گروه داعش هم جذب شدم. اگر اینا خواهی هجرت کنیم مقصد. گفتم چی گپ هست اونجا؟ گفت که ما جهاد میکنیم علیه کفار، مقصد ما ضد کفار میجنگیم. او وقت من نمیدونستم که شما گرفتگین. با ما گفته بودن که با افغانستان وقتی که میایید در اینجا فقط تعلیم نظامی میکنید، نظامی و معسکر میگذارید و خودتون تعلیم میکنید که بر ضد مثلا دیگه کشورها جنگ میکنید. ولیکن در اینجا ما نمیدونستیم که اینها با امارات اسلامی جنگ میکنن. من میخواستم که طرف عراق شام برم. حسابی که من گفتم به داعشیا که من میخوام طرف عراق شام برم. من گفتم که طرف عراق شام راه نیست، فقط باید خراسان حرکت کنین. اینجا آمدم فکر کردم که اینجا
ما کلگی به اسلام زندگی میکنیم. آمدم فریب داعش خوردم. من میخواستم که پدر مادرم دیگه همسرای من بیارم، همسرم و فرزندای من در جای از زندگی در زیر شریعت زندگی بکنیم. از طریق نت گویی تو معلوم چی میشد، فیلم ها و چیزها برآمد که افغانستان فتح کردن و امریکا از اینجا رفت. با من تو داعش که خوب نمیشناختم، من فکر میکردم که اینا هم یک جا هستن، در حالی که ما آمدیم که اینا خودشان هر نفر در خانه در هر جا پوت هستن. ما کلش یک جا فکر میکردیم که مسلمان ها همش یک جا هستن، در حالی که اینا با مسلمان ها زید داشتن. مرا فقط گفته بودن که امارت اسلامی همش مرتج دیگن، نعوذ بالله، و مرا به این دعوت کردن. و من احساسات شدم مقصد حیران. من میخواستم مقصد که مثل در کتی یکم ریشمان مقصد یک چیزای اسلامی باشه در زندگیم و اسلام باشه، همین رقم میخواستم. در تاجیکستان این چیزا نیست. ما تاجیکستان خیلی بسیار ما در هر شهر میگردیم، ما مثل مزدوری میکنیم، کار میکنیم، با که میبینیم مقصد ایفیس قفصات سر شده که بودیم، تا اینجا ما سر شده بودیم. لیکی فریب خوردم، فهمیدیم که هیچ چیز نیست. اینجا آمدیم در یک خانه بندی بودیم، از خانه هیچ بیرون برآمدن چیز به ما اجازت نبود. تاجیکستان را ترک کردیم به خاطر که میخواستیم قرآن حفظ کنیم. در تاجیکستان جای نبود برای قرآن حفظ کردن، و ما خواستیم مجبور شدیم که از تاجیکستان را ترک کنیم و به دیگر کشورها بریم قرآن حفظ کنیم. اولا در تاجیکستان این حقوقات زیر پا میشید، ما را اجبارا نمیگذاشتن مثال با مسجد برویم و مثلا مدرسه بخونیم، درسای دینی بخونیم در تاجیکستان. و بعدا مجبور میشدیم که از تاجیکستان سفر کنیم به دیگر کشورها هجرت کنیم. من وقتی مقصد نیت استشهادیه کردم، من بسیار میخواستم که یک مسجد یا یک جایی که باشه که کافر اصلی باشه. حساب که علم نداشتم، من مقصد میگفتن که مرد مرتدی، من قبول میکردم. ما که آمده بودم در ترکیه که آمدم چی کردم، مثال پاسپورت خود گفتن که در مرز که تیر میشه اونجا چرک و بنداز، دیگه پاسپورت به درد نمیخوره. ما که گشته رفتنی میشیدم به پاسپورت به هیچ چیز، ما که هستیم کل جا با پاسپورت میریم، چه رقم دیگه رفتم. من دیگه ناچار مانده بودم، همین تو حیران مانده بودم چه بکنم، کدام طرف برم، چی کنم. فقط انتظار میبودم، تمام دعا میکردم که الله خودش یک راه یک چیز نشان بده. من مذهب امامی اعظم دادم، گفتن که اینجا در کلی مذهب ها هست. وقتی که آمدیم دیدیم یک خیلی چیزا نیست، دروغ میگن، همش سلفی هست. مقصد این چیزایی که امام اعظم رحمه الله هست، این چیزا شو میبینن، بدبینی دارن، قبول نمیکنن. مقصد میبیایی عقیدت ویران میکنن. ما که دیدیم این چیزا بسیار در ما که زور زدن میخواستن عقیده همون خراب کنن. دیدیم بسیار بحثا میکردیم، ما تا حتی فهمیدیم که یک نفر برای سوال دادن و سوالای داد که همین چیز خوب نیست، چی باش متکفیر میکنه، چی ده چند چیزایی که ناحق بدن، درست نبود، ای پیش خودشان کار میکردن و همون سوال داد برای هوای بندی کردن زدن شد. ما چیزا دیدیم که بسیار یا خطرناک هستن. اخیر اومد که هم خیلی شد که دروغ بسیار شده باین خدام امیر مو که دروغ بسیار گفت، خلاف سنت کار میکرد، خلاف سنت کار میکرد. شکی دیدیم مقصد نمو خلاف سنتش کفر بیان بود. از همین سبب بسیار مقصد کمبودی را که دیدیم. وقتی که معلومات با ما شد که اینها بر ضد مردم عام و امارات اسلامی انفجارها انجام میدن، ما شک شده بودیم و فهمیدیم و با ما گفته بودن که تو باید استشهادی بکنی، یعنی انتحاری بکنی و واسکت در بدن بگیری. و ما راه نداشتم اول که بگریزم از خونم و دستگیر شدم به مجاهدای در امارات اسلامی. 100% درک کردن که ما را فریب دادن، ما را بازی خود گرفتن، ما را فریب دادن، گفتن میرین در اونجا مدرسه میخونن، چیزی نداشتن، نه زمین داشتن نه مدرسه، چیزی ندارن، ما را فریب دادن. وقتی که ما را چیکردن دعوت کردن، گفتن که ما بیا اینجا زمین داریم، مدرسه ها داریم، گفتن
بعد که اینجا آمدیم همه چی نزد ما آشکار شد، واضح شد که نه زمین دارن نه و مدرسه ندارن. اما در هرات تقریبا 1.5 ماه در یک خانه حبس بودم. بعد اونجا نه به ما گوشی دسترس بود، نه قطعی خانواده میتونستم صحبت کنم. فقط در این خانه مثل زندانی حبس بودم. و تقریبا بعد 1.5 ماه بعد من به کابل آمدم. که به کابل آمدم تقریبا 4 ماه در کابل در یک خانه هم بندی. مثلا سوالایی که در ذهن من باید من او پرسان میکردم. من از او پرسان کردن نمیتونستم، چون که توپای منافق و توپای جاسوس به دمام میزدن و من ضبط میکردن. در علاوه مقصد اینو این رقم به زبان شیرین مردم دعوت میکنن که گویا که کل چیز همی اعلام میکنی و میخوای که همراه اینا باشی و با اینا بپیوندی و با تو با محبت سخن میکنن و با محبت رفتار چی میکنن. مثال که میخوای همراه اینا، اینا میگه مسلمان های حقیقی ما بیام همراه اینا در یک جا زندگی بکنیم و در اصل چهره حقیقی خدا پنهان میکنن که وقتی که آمده چقدر با تو مثال رفتاری بعدشون معلوم میشه. هر چیزی اینا سخت است، هر چیزی اینا انسان بخی همی از دلش از زندگی از هر چیز سیاه میکنند و هر کسی که در زندان همین روبرو شدیم با داعشیا کلش توبه کشیدن، کلش میگن که ما در از هیچ خوبی ندیدیم، با اینکه پیوند شوی دیگه از هر چیز میمانی، تمام آخرت هم از دست میدی، دنیا هم گدوات میشه دیگه. خوبش که مردم به فریب اینا دچار نشوند. بعضی مسائل هست که ما میخواستیم سوال کنیم، سوال برای کردنش محکم میکنن، زندانی میکنن، بندید میکنن، بسیار ظلم میکنن، نمیخوان که حق فهمی. سوال تیشون یکم سوال تیشون دادین چیزی که هم گوان باید همین رقم شود. کدام نفرایی که میبیان علم ندارن، چیز ندارن، نمیفهمن، میگیرن شونا در استشهادی در هر چیز روی میکنن شونا، هر جا میدورن جایی که مردم نماز میخونن، دین سخن الله میگن در مسجد میدونن، در مسجد میکفونن. این چیزا که ما سوال میکردیم برای ما مثل میگفتن که شما جاسوس هسته یا که این سوالایی که نفاق داره چند چیزای بعد میگفتن. میگفتیم نیست، سوال دادن اجازت نیست. ما تا حتی میدونیم که آدم برای سوال دادن بندی کردن ظلم کردن سرش داد. ما بسیار یا خطر داشتم، ما ترسم در وجود ما بود که کارهای بد طور ما میکنن. در داعش که هسته شک و چرا مثلا چرا تو قبول نمیکنی؟ دولت شروع میشود میتونن که مثلا بندید کنن، بسته کنن، شکنجه هسته که بعد اونا قبول میکنی ها ما جاسوس هستم، مثلا میگی که تو مجبورت میکنن، یعنی دولت به درجه‌ای که میزنن تا که تو قبول داری که میگوی ها ما جاسوس هستم، میگن تو جاسوسی، میگوی نه میزنن مجبور میشه خود بگو ها ما جاسوس هستم، کلاه اورنجی را میپوشن، ضبط میکنن، خب خلاص. من سوال کردم که همین امیری که دمی خراسانه شهاب المهاجر میگن شما به زبان همون زنده مرده همون عکسش هست یکون هست، ما واسه بینیمش ای پیش قدش بشینیم بعد بکنیم. من روام طریق بیزیب نسای کردن که بعد کلانا را نویستن مثلا که می نفرن طریق پس ما چیش بگیم که بعد کلانا که همون آدمایی که امیر بدن بگیم دستر ما همون ما را صوتی رو کردن گفتن که طریق سوال دیگه پرسان نکن، گفت شاید بهتر مقصد ضرر شود. بعد دیگه مثلا قابل مقصد من از کنجکاو بودم، من میخواستم که بفهمم که من در کدام گروه رفتگیم. یکی فهمیدم که مثلا تاجیکایی که نه عقیده دارن، نه فهم دارن، نه اسلام بخورن، بسیار همیه جلب میکنن، بسیار همیه روی میکنن همه جا، هیچ نه میدونن نه میفهمن. مثلا هر جایی که این عملیات میشینه با چشم حال میبینیم که همشون تاجیکن. تا حتی یک تشه پرسان کردن که مثلا گفتن که همو انصار شد که نمیری خود یک استشهادی کنی، میگه ما جانم سیر شدگی هست که ما برم. ما که آمدیم ما یا هیچ که نمیگیره، فقط واسطه تلگرام ایجا بیو ایجا بیو
اینجا بیا در اینجا شین. ما هم فهمیدم در این صفحاشون بودم، ما فهمیدم که برای بیان مهاجرین هیچ کی نیست، مهر ندارن مهاجرین ده. یک روز یا چند روز خچول نشان میتن که با مهر هستن، یک 3 روز 4 روز یک هفته میگذره بس سر میشه. شما یک جا پیسه میابین، شما یک جا تفنگ میخرین، مواد میخرین، مواد انفجاری، مثلا یا که مرمی یا که یگون چیز دیگه. ها با ما جواب میدادن که مثلا این نعمت الله میتاد، رزق الله میتاد. من گفتم به شک که الله رزق میتاد. نفتم سبب کردن در کاره. به سبب گفتم بیتنه میشه که در خانه خواب باشی، بگوی الله مرا میتاد. مثلا الله عزوجل بالا گفتم مثلا نزول کنه که بیتنه مثلا یگان بوجه آرد یا که یگون چیز دیگه. من گفتن که ما مثلا اختطاف میکنیم. مثلا یگان نفری باید میبینیم فرزند شه، زن شه یا که یگان مثلا اختطاف میکنیم، اسیرش میکنیم، بعد از اون پیسه میگیریم. با طریقه بیت کوین پیسه را در افغانستان میگرفتن. از طرف بیت کوین از چی است به اینا پیسه کمک میشه و چیزی ما بود که ما اینجا میام و سپورتی که پیسه از طرف اروپا از طرف ترکیه میآید با طریقه ما با مثلا با چیزی چی میگیم همین بانک دویشو که بیت المال دویشو میرسید. و میپرسیدیم که مصرف امید ای کجای چی رقم شما کار میکنی که مقصد ای کجا در خونه شدگی چی رقم پیسه ای کجا گفتی چیزای باید شما پرسا نکنید، نکنید که پرسیدیم اجازه نیست چیزا ما گفت زدیم. بعد بسیار که این مقصد میخواستیم فهمیم، ما فهمیدیم که ای اروپا ای چند شهر رو این میکنن، مقصد شهرهایی که خارج هست. این نفر که اینها شما عکس میبینین با نام ابو محمد که در مسجد گلبدین حکمتیار عملیات انتحاری کرد، این شهروند تاجیکستان بود. این نفر که شما اینها عکس میبینین این نفر با نام ابو الیاس که تاجیکستان و از دوشنبه و در مسجد گلبدین حکمتیار انتحاری کرد. این عکس که اینها شما میبینین حتیش با نام ابو عمر و دیگرش با نام عبدالجبار که در هتل چینیا عملیات کردن و یک نفر اینها که در خانه ما بود با نام عبدالجبار. هر اینها از تاجیکستان و از دوشنبه بودن. این نفر که شما این حالا که شما بینین با نام عبدالجبار که تاجیکی بود دوشنبه و در میدان هوایی کابل نظامی انتحاری کرد. این نفر شما که این حالا که شما بینین با نام زکریا که شهروند تاجیکستان و از دوشنبه که در پیش دروازه وزارت خارجه عملیات انتحاری کرد که داعش همچون با نام خیبر قندهاری معرفی کرد که از قندهار نبود بلکه از تاجیکستان و از دوشنبه بود. زیاد پشیمان هستم که چرا آمدم که در حالی که این رقم چی کردن با ما فریب و چلبازی کردن، یگام با ما نه یگام آزادی میدادن نه یگام زندگی خوب و نه یگام چیزی بود که ما در حالی که اونایی تو دعوت میکنن زن و فرزند تا میاری یا که این رقم و رقم مثال چی میکنن، ما که آمدم هیچ چیزا این وعده هاشون کلش پوچ و دروغ بود، نه جای داشتن نه مکان داشتن. در هر یک مثال هر کسی را که دعوت میکنن میارن در یکم خانه پوتش میکنن او را تا اینکه یا دستگیر میشه یا که خدا انفجار میته یکم کار میکنه. کسی که دستگیر میشه خوب است که به خیرش است که این نه کشته میشه و نه چی میشه و از حق با خبر میشه و توبه میکشه. در زندان بسیار خیرا است، زندان هیچ وقت به شر انسان نیست. در ظاهر سخت از زندان لیکن در باطن زیاد خیرا داره. خیلی پزمان شیدگی هستم، دوستام همسینفوم خیلی پزمان شدگی است. تایی برا فکر نکنیم، پشیمان شدیم، آمدیم در صفحه خوش شدیم. بعد ما پشیمان هستیم، خیلی پشیمان هستیم. این با ما یک درس شد که ما نباید باید هر کس را باور کرد، نباید هر کس گپ هر کس را گرفت. همون کسایی که ما را فریب دادن از سبب که ما علم ما خیلی کوچک بود نمیفهمیدیم، فریب یارا خوردیم و خیلی هم پشیمان شدیم از کاری کرده خودمون. و انسانایی که زیاد اینجا میان از کشور تاجیکستان
همه اینا از همه جهت که علمیت ندارن، اصلا از دین خبر ندارن، همه خوارجات اینا فریب میدن. ما نیست فریب خورده ایم، خیلی از کاری کرده خودمون هم خیلی پشیمون شدیم. من میخوام که به داعش‌ها یک پیام بدم که عقیده داعشی که هست عقیده خوارجی است و آنها بر حق نیستند و از پشت آنها زیاد مردم ظلم دیدن و از اسلام آنها فقط کشتن دارند و رهبریاتشون همشون یعنی درست نیست. من که خود یک جوان تاجیکی هستم، از تاجیکستان هستم. پیام به بچهای تاجیک، جوانان تاجیکی است که فریب هر گونه مردم را نخورند، زود در جلب و جذب اینا زود چی نشوند و دعوت هر گونه نفرها را گروه های نمی که فریب میکنن مردم داعش مثال مردم جلب و جذب میکنه در حالی که کلی وعده ها و کلی گپایش دروغ است و اینا اکثریت کارشون با مسلمان ها جنگ کردن است و متشدد هستند. بسیار مثال شدید با مسلمان ها رفتار میکنند در حالی که مسلمان کشتن خود چقدر گناه بزرگ است. جوان ها نیایند و سبب نشوند که از دست یا مسلمان آسیب ببینه یا که مسلمان ضرر ببینه. بعد پیام دیگر این به داعش با نفرایی که مردم دعوت میکنن. ای کذابین، چی به شما دروغ میگین؟ مرا کسی که دعوت کرد مرا بگید در افغانستان ما منطقه داریم، منطقه را گرفتگیم و حدود الله جاری میکنیم و در اونجا زنا را ما سنگسار میکنیم، ما حدود الله جاری میکنیم. کذابین، از الله بترسین، عقیده خوارجتان تغییر بدین که ان شاء الله روز میشه که زیر کاردای امارات شما میمونین و از الله بترسین. چی به شما مردم به دروغ دعوت میکنین؟ آیا در داخل مسجد یک مردی که دعا میکنه از الله طلب میکنه که شفاش بده، تو میداری انتحاری میکنی، این اسلامی میشه و این دولت اسلامی میشه و کسانی که اطفالی که در داخل مسجد قرآن میخونن، حافظ قرآن میشون، تو در داخل او میداری انتحاری میکنی، تو فکر میکنی اسلامه؟ در کجای اسلام آمدگی که در داخل مسجد بشه و اخته انفجار بده؟ هارولین به کسی نصیب میشه که او در راه الله عزوجل جنگ باشه. از الله بترسین و عقیده خوارجتان تغییر بدین. نه فریفته هر گروه نشه، چون که این از اول خود معلوم است که چی جدا مثلا جهاد نیست، جهاد جدا تمام شدگی است. حکومت اسلامی داره اینجا. پیام من با ابو محمد، شخصی که مرا فریفته کرد، جلب کرد، دروغ گفت، این است که از الله بترس، نک مردم فریفته نکن. مثلا نبیاین اینجا نیست همون چیزی که شما دا میگن. خاک یک تایمی گردن همون که گفته بودنش همینجا آمده که همون چیز هست در حقیقت. یگام تاش نمیگه برای که میدونن که میبینن که اون چیز نیست. محمود گفتن دارم که مثلا این راهی که ناحق که دعوت میکنیم مثلا فکر باید جوانی همون آدمایی که میفرود میکنیم میبیاری فریب بفهم میکنیم مثلا در دروغایی که میگی چیزایی که نیست میبیایی مثلا مردم ها فریب میتی ای الله بترسی کارو نکن مثلا مردم ها دعوت نکن مردار نکن. و پیام من به من نفرایی که این حال منتظرن که داخل خاک افغانستان بشن و شما را فریب دادگین که در داخل افغانستان ما یک ولایت یک منطقه را ضبط کردگیم که در حدود الهی جاری میشه. یک گپشون دروغ، یگان منطقه افغانستان ضبط کردگی نیستن. همه منطقه افغانستان زیر تحت امارت اسلامی است. و همین قشنگ میگم که چیزی که شما در نوارا میبینین که داعش مقابل رافیزی میجنگه، مقابل امریکایی میجنگه، این همش دروغ است. باور نکنید که از ما داعشا بودم که مرا گفتن که در افغانستان ساحه تمکین داریم، با بهتان با کیزبای هر خیل بدبختا و خوارجی عقیده ها شما نپیوندید. شما
دیروز خواهری مرا سطرش کشیدین، امروز یک خواهر دیگره. و از می اشتباه شما که مثل ما جوانی مثلا نادان ای اسلام با خبر نبودگی به گروه های مثل داعش مثلا خوارج مانند داخل میشوند. حجابای زنایشون رو کش میکنن، به مردا بسیار سخت میرسه که به ناموس دست درازی میکنن. مردم بسیار ظلم میبینن. مقصد اوجا اسلام وجود نداره. قرآنخوانی را من کردن کلان، درس قرآن را من کردن، کدومی که درس میتید محکمش میکنن. زندانهای تاجیکستان پر از مسلمان‌هایی است که نوق رفتگی محکم شدگی هستند برای درس تعلیم دادن قرآن. از لحاظ دین خیلی سختگیری است و در آنجا نمی‌ماند که مدرسه حتی یک مدرسه نیست، یک مدرسه نیست و ما نمیتونیم تحصیل کنیم در اونجا. از لحاظ دین نمیتونیم قرآن حفظ کنیم، نمیتونیم مسجد بریم. بسیار مردم مسلمان از ظلم میکنن از لحاظ دین، و خاطر دینشان، و خاطر نماز، حجاب، ریش، به همه این خاطر مدرسه خواندنشون، به همه خاطر خیلی ظلم میکنن. حتی قاریای قرآن که درس میتن بچه‌های خورده که اولا میگیرن بندی میکنن 30 سال 40 سال. خیلی ظلم زیاده. داستان این جوانان با هزاران جوان دیگر که در صفوف این گروهک استخباراتی جوانیشان را در راه تطبیق برنامه‌ها و منافع کفار از دست دادند. یکی است جوانان بی علمی که در راه منافع بیگانه، بدنامسازی اسلام، نظام مقدس اسلامی و تضعیف صفوف مقدس جهاد در سر تا سر سرزمین اسلامی دنیا و آخرت خود را هلاک و ابزار ارزان بها برای سازمان‌های استخباراتی بیگانه و اسلام ستیز شدند. کشورهای منطقه و جهان باید از دولت تاجیکستان بخواهند تا از اقداماتی که سبب ناامنی و تهدید در منطقه و جهان می‌گردد خودداری نمایند. حکومت تاجیکستان نیز باید از اقدامات دست بردارد که باعث جلب و جذب جوانان به صفوف داعش و ایجاد ناامنی در منطقه و جهان می‌گردد.